مهرابه شریفینیا. ازدواج کردی؟ نه خیر. کسی نمیگیره شما رو؟ شوهرگیر نمیاد. توی همین ماه داری 35 ساله میشی. الان چرا ازدواج نمیکنی؟ شوهر خوب پیدا نمیشه. شوهر خوب به کی؟ نام نه چه خصوصیاتی داشته باشه؟ اونی که نباید نام ببره رو میخواد نام ببره. نه یعنی چه خصوصیاتی داشته باشه از نظر خود شما؟ راستش آقای مدیری خیلی فرصت نداشتم فکر کنم، انقدر درگیر کار بودم که یه ساعت وقت بذار امشب به این موضوع فکر کنم. آره 35 ساله شدی. بله. ترس از خانوما یه کمی نگران پیر شدنن هستی؟ شاید چون ازدواج نکردم بچه ندارم فکر میکنم که پیر شدن برای نسل من که خیلی حالا شاید ازدواج نکرده باشن، چه دخترها چه پسرها، یه ذره سخت باشه، ترسناک باشه. و خب یه سری دوست دارم که هممون مثل هممون سنا تو این مایه هاست هممون ازدواج نکردیم، یه خانه سالمندان. نمیگیره. نه پسرم